به نام خدا. با سلام، ثریا کریمی هستم، جزء مدرسین دانش آب جهت تدریس سیستم‌های آبیاری. طی 12 جلسه در خدمت شما هستیم. این جلسه با عنوان نحوه آشنایی با داده‌های GPS، بازخوانی داده‌ها در مپ سورس، گلوبال مپر، سورفر، اتوکد و محیط گوگل ارث آشنا خواهیم شد. ابتدای کار میخوایم راجع به دستگاه GPS صحبت کنیم. من یه PDF از دوستان عزیزمون تو گروه مدنی رسا گرفتم و تو این PDF ما به راحتی میتونیم آموزش کار با دستگاه GPS رو آشنا بشیم. کار با دستگاه GPS به این صورتی که شما میتونین داده ها رو هر نقشه‌ای که بخواین سر زمین بردارین از این دستگاه GPS استفاده کنین. حالا چطور این داده ها برداشته میشه؟ تو این PDF مواردی که توضیح داده شده شما میتونین نحوه کارکرد دستگاه رو یاد بگیرید. من توضیحات کلی در مورد دستگاه و داده هایی که GPS برمی‌داره رو بهتون میگم. موارد بعدی به عهده خود عزیزان خواهد بود و این PDF در اختیار همه شما عزیزان قرار خواهد گرفت. اما در مورد تاریخچه GPS، برای اولین بار سیستم مکانیابی جهانی یا همان مخفف عبارت Global Positioning System با عنوان GPS توسط کشور آمریکا در سال 1978 شروع به کار کرد، بدین صورت که یک ماهواره در مدار زمین قرار گرفت و تا امروز 24 ماهواره در مدار زمین قرار گرفتن، یعنی به تعداد 24 ماهواره افزایش پیدا کرده. 6 مداره، در هر مدار 4 ماهواره، هر 10 سال یک بار همین ماهواره ها تعویض میشه. به کمک این ماهواره ما میتونیم داده برداری رو انجام بدیم با استفاده از دستگاه GPS. حالا دستگاه GPS چطور کار میکنه؟ با عنوان تابش و بازتابش امواج کار میکنه، بدین صورت که شما در هر نقطه از زمین که قرار گرفتین نقطه ای رو توسط دستگاه برمیدارین، اطلاعات به ماهواره ارسال میشه و از ماهواره دوباره به دستگاه GPS برگردونده میشه و با یک قانون ساده و محاسبه سرعت زمان رفت و برگشت امواج دستگاه با یک فرمول ساده فیزیکی موقعیت نقطه تو محل مشخص میشه. بنابراین به همین راحتی دستگاه GPS برای شما داده برداری انجام میده. دستگاه های مختلفی توی کشورمون هست، معروف ترین اونها گارمینه، بعدش مگالنه که من بیشتر شرکت هایی که باش در ارتباط بودم و نقشه هایی که دیدم اکثرا با دستگاه گارمین نقشه برداری شده و حالا دستگاه های بعدی خیلی کمتر بوده و بیشتر بچه ها با این نوع دستگاه آشنا هستن. خب یه توضیح کلی بدیم در مورد نقشه برداری. این که خب دقیق ترین روش نقشه برداری استفاده از دوربین های نقشه برداری مثل نیواز و دستگاه های بعدی مثل GPS یا روش های آنلاین یا همین دستگاه گارمین برای خودش خطاهای بسیار زیادی داره. حالا این خطاها بعضا قابل اغماض میشه برای مساحت‌های کوچکتر، ولی بعضا برای مساحت‌های بزرگتر نمیشه به اونها اعتماد کرد و باید حتما از نقشه برداران عزیزمون که دستگاه نقشه برداری رو مسلط هستن و استفاده میکنن از اونها خواهش کنیم که این داده رو برامون برداشت و تحویل بدن. اما خود دستگاه GPS به چه صورته یا خود دستگاه گارمین به چه صورته؟ این اولین نسخه دستگاه گارمینه که باز تو بازار موجوده، ولی نسخه دوم که این دستگاه میشه خیلی خیلی معروفتر از دستگاه قبلیه. مپ 64S خیلی کار باهاش راحته، نحوه کار کردن باهاش، دکمه‌های روی دستگاه شماره بندی شده، خطاها توضیح داده شده و چطور باهاش کار کنین توی این PDF توضیح داده شده. من یه توضیح کلی براتون بگم که دو حالت ما میتونیم نقشه برداری انجام بدیم سر زمین، یعنی به دو صورت میتونیم نقطه برداری کنیم توسط این دستگاه. روش اول وی پوینت برداریه، روش دوم ترکه. تو روش اول وی پوینت شخصی که میره سر زمین در هر محل وای میسه، نقطه رو یعنی اون دکمه مارکو میزنه و ایکسیگرگ محل موجود برداشته میشه. بعد دوباره حرکت میکنه، نقطه بعدی وای میسه و دوباره دکمه مارکو فشار میده، بعد دوباره حرکت میکنه، نقطه بعدی و مارک بعدی. به این صورت وی پوینت های مختلف برداشته میشه تو مسیر و طی یک فایل توی دستگاه ذخیره میشه که شما میتونین به راحتی رینیم کنین و نام زمین یا منطقه مورد نظر رو سیو کنین. روش دوم استفاده از داده برداری با استفاده از روش ترکه. ترک به چه صورتیه؟
شما ابتدای زمین وای میستین، دکمه ترک رو میزنید، دستگاه به صورت آنلاین خودش به صورت خودکار و رندوم داده برداری انجام میده و شما شروع به حرکت میکنین و به هیچ دکمه و یا هیچ کاری با دستگاه ندارین، فقط مثل اینکه شما دستگاه رو روشن کردین. یک نقطه از زمین رو انتخاب میکنین، حالا چه به صورت پیاده، چه سوار ماشین، چه با موتور، فرقی نداره. مرز زمین رو حرکت میکنین، دستگاه به صورت رندوم داده ها رو برمیداره، نقاط رو برمیداره. حالا مهم نیست که این نقاط با فاصله زمانی برابر برداشت بشه، دستگاه خودش ممکنه با فاصله زمانی متفاوت داده ها رو برداره. بعد دوباره زمین حرکت کرده و به نقطه اول که باز نقطه پایانیمون میرسه و دستگاه دکمه ترک رو میزنه و دستگاه اون مسیری که برداشته شده رو سیو میکنه. در حالت عادی دستگاه گارمین به 11 تا ماهواره میتونه وصل شه، 11 الی 15 تا ماهواره، که در این حالت خود دستگاه تو کاتالوگش هم اشاره شده که درصد خطا داره و تا 3 متر اختلاف داده‌های برداشته شده با داده‌های حقیقی وجود داره. ولی وقتی هوا ابری باشه یا به خاطر تحریما ما نمیتونیم به بیشتر ماهواره ها وصل شیم، در بیشتر مواقع دستگاه گارمین تو کشور ما به 8 تا ماهواره وصل میشه و این باعث میشه که درصد خطا افزایش پیدا کنه و دقت بیاد پایین و به همین دلیل داده‌های برداشت شده با دستگاه جی پی اس توصیه میشه که برای مساحت‌های خیلی خیلی کوچکتر استفاده بشه. ولی خب شما همونطور که اطلاع دارین بیشتر برای کاهش هزینه ها از این دستگاه استفاده میشه. خب نقشه برداری با دوربین های نیوا، دوربین های پیشرفته خیلی هزینه های بالایی داره، دستمزدهای بالایی داره و بار مالی بسیاری رو به کشاورز تحمیل میکنه. و همین خاطر ما وظیفه یه مهندس اینه که خب اگه این داده برداری با این جی پی اس صورت بگیره در جهت تدقیق این داده ها عمل کنیم، حالا با شخصی که با همکاری که سر زمین رفته این داده ها رو برداشته یا کسی که زمین متعلق به اون ارتباط داشته باشیم، تدقیق کنیم این داده ها رو، مطمئن بشیم. حالا روش های تدقیق داده ها در ادامه توضیح داده میشه. پس ما فهمیدیم که دستگاه جی پی اس به دو صورت، وی پوینت و ترک، که در ادامه نشون میدیم نمونه هاشو، داده برداری انجام میده. حالا ما قراره با این داده ها چه کارهایی انجام بدیم؟ قبل از اینکه وارد بحث داده های جی پی اس بشیم باید با 2 تا اصطلاح بسیار مهم آشنا بشیم. اصطلاح اول UTM میشه، UTM، و اصطلاح دوم WGS 84. برای اصطلاح UTM من یه پاورپوینت براتون آماده کردم. این پاورپوینت رو باز میکنم و با همراه پاورپوینت میریم جلو. UTM یا Universal Transverse Mercator یا همان سامانه مختصات جهانی مرکاتور عبارتند از سیستم فراتابی تصویر روی سیستم مختصات کارتزیان. به چه صورت؟ شما فرض کنین که اگه خورشید به یه جسمی 3 بعدی بتابه، تصویر 2 بعدی اون روی صفحه دیده میشه مانند سایه. بنابراین تبدیل یک جسم 3 بعدی به یک تصویر 2 بعدی رو از UTM استفاده میکنیم. به زبان ساده تر بهش X و Y میدیم که روی کره زمین این قسمت چه X و چه Y داره، تو چه مختصاتی قرار گرفته که بر اساس متر و به اون UTM گفته میشه. این نقشه رو توجه کنید. قسمت طول جغرافیایی داریم و قسمت عرض جغرافیایی داریم. تو قسمت بالای نقشه به 60 زون تقسیم بندی شده، یعنی کره زمین رو باز کردن، مثل یک صفحه مستطیلی کردن، 2 بعدیش کردن یک جسم 3 بعدی رو و اونو به گریدهای کوچکتر، به شبکه‌های کوچکتر تقسیم بندی کردن که بتونیم هر نقطه رو راحت پیدا کنیم. این شبکه‌ها یا این گریدها از قسمت طول جغرافیایی به 360 درجه و عرض جغرافیایی به 164 درجه تقسیم بندی میشه. هر زون طول جغرافیایی 6 درجه است و هر زون عرض جغرافیایی 8 درجه است. طولای جغرافیایی با عنوان حالا اسم درجه شناخته میشه، شماره گذاری شده، از 0 شروع شده و تا 50 تا سمت راست کشیده شده و عرضهای جغرافیایی هم نامگذاری شده A, B, C, D و تا پایین. البته از قسمت F شروع شده عرضهای جغرافیایی هم. A, B, C, D میفته قسمت قطب جنوب.
پس ما هر زون متوجه شدیم به کدوم قسمت میگن و هر باند به کدوم قسمت میگن. تو سیستم‌های آبیاری تحت فشار ما بیشتر با زون کار داریم، باند خیلی کمتر باش کار میشه. یه مثال براتون بگم، فرض کنید که استان تهران و شهر تهران UTM میدان آزادی رو میخوایم در بیاریم. اول از اینکه از این نقشه استفاده میکنیم ببینیم اون منطقه مورد نظر تو کدوم زون قرار گرفته. همونطور که نگاه کنین اگه با استناد کنیم به نقشه UTM متوجه میشیم که تو زون 39 و باند S قرار گرفته. پس زون برامون خیلی مهمه. به چه صورت؟ مثلا ما وقتی میخوایم UTM رو تبدیل کنیم ممکنه UTM بعضی نقاط شبیه هم باشه، پس UTM هایی که از هم جدا میشن زونی که اونها رو از هم جدا میکنه. UTM برای اینکه از هم تفاوت داشته باشه زون هاست که اونها رو از هم دیگه متفاوت میکنه. الان اگه استان تهران زون 39 باشه، تمامی استان‌هایی که زیر این زون قرار گرفتن، تمامی نقاط، تمامی شهرها، اونا هم باز زونشون 39 چون ما گفتیم از بالا به پایین نسبت به نصف النهار مبدأ این تقسیم بندی های زون شماره گذاری شده. و اگه کسی تو استان خراسان شمالی باشه، استان گلستان باشه، مثلا استانایی که زیر اون هستن، نقاطی که زیر اون نقاط قرار گرفتن زون شماره 40 میشن و استان آذربایجان شرقی و نقاطی که زیر اون زون قرار گرفتن زون شماره 38 میشن. پس ما الان فهمیدیم که زون بندی و باند و XY چه تأثیری توی مکان یابیمون داره. حالا اگه از این بحث خارج بشیم وارد بحث دوم یعنی WGS 84 میشیم. برای WGS 84 من باز یه پاورپوینت برای شما آماده کردم. تو این پاورپوینت میخوایم بگیم که WGS 84 چیه. اگه دقت بفرمایید همه اصطلاحات مخفف یک سری جملاتیه. World Geodetic System 1984، یعنی تو سال 1984 یه بخشنامه، یه سامانه‌ای تعریف شده با عنوان WGS 84. حالا این چیه؟ ادامه توضیح بدیم خدمتتون. شکل کره زمین حالت گرد نداره. شکل کره زمین به صورت یک بیضوی زمینواره بهش میگن. هر داده‌ای که برداشت میشه توسط دستگاه‌های نقشه برداری بدین صورته که کره زمین رو به صورت گرد در نظر میگیره و نقشه برداری میکنه. برای اینکه این داده ها تدقیق بشه باید توی سامانه یه سری ضرایب به اونها اعمال میشه. پس ما تو نرم افزارهامون اون ضرایب که سال 1984 توسط سامانه ژئودتیک تصویب شده همیشه اون رو در نظر میگیریم تا داده‌هامون نسبت به داده‌های حقیقی تر زمین، یعنی شکل زمینواره، تدقیق بشه و اصلاح بشه. به همین دلیل دو تا آیتم دیگه هم هست به عنوان عرض جغرافیایی و طول جغرافیایی. این دو تا کره زمین رو در نظر بگیریم. یکی از کاربردهاش اینه که عکس سمت چپ معرف عرض جغرافیایی مونه، یعنی لاتیتود. از نصف النهار از خط استوا که صفر شروع شده و تا قطب شمال 90 درجه و باز از پایین تا قطب جنوب 90 درجه به صورت خط‌هایی که درجه بندی شدن مشخص میشه. بیشتر کشورها از جمله کشور ما تو نیمکره شمالی قرار دارن و اگه عکس سمت راست رو نگاه کنین طول جغرافیایی یا همان لانگتیتودمون به این صورتی که خط نصف النهار مبدأ از سمت راست به سمت تا 180 درجه و از سمت چپ هم دوباره 180 درجه تقسیم بندی شده. پس تا اینجا ما لانگتیتود و لاتیتود رو داریم. لانگتیتود طول جغرافیایی و لاتیتودمون عرض جغرافیایی. باید این همچین اصطلاحای آشنا شدیم تا انشالله در ادامه تو نرم افزارهامون ببینیم که قراره چه کمکی به ما کنن این داده ها و این مسائلی که یاد گرفتیم. من پاورپوینت رو میبندم و میریم به سمت داده های جی پی اس مون. همونطور که اینجا نگاه بکنیم من 3 نمونه فایل دارم، ترک ها و ویپوینت هامون. ترک ها همونطور که گفتم ابتدای زمین وای میسته، دستگاه رو روشن میکنه، انتهای زمین وای میسته، دستگاه رو خاموش میکنه، دور تا دور زمین رو حرکت کرده و دستگاه به صورت رندوم داده رو برداشته. ویپوینت شخص تو هر منطقه وایساده، تو هر نقطه وایساده و نقاط رو داده برداری کرده.
تفاوتشون با هم فقط تو استفاده از دستگاه کار کردن باشون خیلی خیلی راحته. الان من یه مورد بهتون بگم، اینجا که من فایل رو به عنوان فارسی سیو کردم، بهتر این داده ها به صورت انگلیسی سیو بشه که نرم افزارامون باش بخونه. مهمترین نرم افزاری که باش کار میکنیم نرم افزار مپسورسه. نرم افزار مپسورس نرم افزار مخصوص گارمین، مخصوص دستگاه جی پی اس. یعنی شما اگه وارد سایت جی پی اس بشین و بخواید نرم افزارش رو دانلود کنین، حتما نرم افزار مپسورس رو بهتون میده. موقعی که دانلود کردین، نصب کردین، یه سری ایراداتی داره. من چند مورد برام پیش اومده، تونستم اونا رو حل کنم. عزیزان اگه شما هم نصب کردین، دچار مشکل شدین، حتما بهم بگین، من راه حل هاشو بهتون میگم. یکی از عمده ترین مشکلاتی که تو نصب نرم افزار مپسورس این است که وقتی شما برای اولین بار فایل زیپو باز میکنین و اونو نصب میکنین، موقع نصب دوباره ارور میده بهتون، میگه که نمیدونم فایل مبنا در دسترس نیست یا همچین اخطاری بهتون میده. اگه با این اخطار مواجه شدین، مجدد فایلی که اکسترکت کردین و مجدد باز استخراجش رو بزنین، مجدد فایل زیپش رو باز کنین، یعنی دوباره شما فایل زیپ میشکنین. اون موقع به راحتی براتون نصب میشه. یکی از یعنی 99.99% ارور همین یک اروریه که بهتون گفتم. حالا موارد دیگه اگه پیش اومد ان شاءالله اونا رو تو ادامه کار و ارتباطی که با هم خواهیم داشت تو گروه یا کانال در خدمتتون خواهم بود. این نرم افزاری که می‌بینیم مپسورسه. دو مورد من همیشه به بچه‌ها میگم، موقع اینکه نرم افزار رو نصب می‌کنین، حتما ببینید نرم افزار شما به چه صورت کار می‌کنه. UTM چیه؟ WGS 84 چیه؟ آیا به شما درجه دقیق ثانیه میده؟ خب ما دو نمونه مهمترین داده ها رو داریم، داده های UTM و داده های درجه دقیق اعشاری، یعنی درجه دقیق ثانیه میخوام. این دو تا حالت همیشه تو بیس نرم افزار تعریف شده، ولی خب برای اینکه مطمئن بشین بعد از نصب نرم افزار که این صفحشه، شما بیاین قسمت ادیت، ما پایین پریفرنس داریم، اگه اونو انتخاب کنین صفحه‌ای برای شما باز میشه. وارد تب پوزیشن بشین. تو قسمت پوزیشن حتما چک کنین که قسمت گریدتون روی UTM باشه، اگه نبود خودتون UTM انتخاب کنین و قسمت دتوم روی WGS 84 باشه، یعنی داده‌های شما رو نسبت به این سامانه تدقیق کنه. مورد دوم یونیتتونه، یعنی بر حسب متریک باشه، فوت باشه. سورس و مبنای این نرم افزار همیشه بر حسب فوت بوده و همین خاطر من از شما خواهش میکنم اینا حتما بر حسب متر یا همون متریک خودمون تنظیم کنین و در آخر اوکی بزنین. یعنی بعدن که ما خواستیم استخراج داده کنیم، دیگه از این قسمت خیالمون رو آسوده است که داده رو اونجوری که ما میخوایم بهمون میده، بر حسب متر میده. اگه بر حسب متر نداد، باز یه سری نرم افزارها هست که من تو ادامه بهتون توضیح میدم که به چه صورت بتونین داده‌هاتون رو شما کانورت کنین به UTM. داده‌هایی که درجه دقیق اعشار بهتون دادن چطوری کانورت کنین. خیلی خب بچه‌ها، ما این صفحه رو باز کردیم. اگه شما نقشه رو داشته باشین، یعنی یه همچین سمپلایی رو داشته باشین که من باز در اختیارتون میذارم، به راحتی میتونین از همون قانون قدیمی دراگ اند دراپ اینا رو بکشین و وارد نرم افزارتون بکنین. همونطور که نگاه میکنین تو صفحه ما 4 تا تب داریم. ما بیشتر با قسمت ویپون و ترک کار میکنیم. شما اگه بکشین و داداتون رو وارد کنین، چه از فایل ایمپورت کنین یعنی اوپن کنین، چه بیارین بندازین اینجا، تو اون قسمت اگه ویپون بود تو ویپون نمایش داده میشه، اگه ترک بود تو ترک نمایش داده میشه. ببینید نقشه ما رو کشید، همکارمون شخصی این قسمت مشخص نیست، داده رو به صورت پیوسته برداشته. اینجا وایساده، دستگاه رو شروع کرده، به طور مثال اومده قدم زده، حرکت کرده و دوباره به اینجا رسیده، دستگاه رو خاموش کرده، سیو کرده به عنوان آقای مثلا مشاخی و این نقشه رو براش کشیده. شما اگه روی آیکون دوبار کلیک کنین، صفحه اطلاعات داده های برداشت شده به شما میده. یعنی اینجا دستگاه جی پی اس حدود 30 تا آیتم رندوم خودش برداشت کرده. زمان ها، elevation یعنی ارتفاع سطح دریا،
فواصلی که از هم برداشت کرده، زمانهایی که از هم برداشت کرده. ببینید زمان اصلا رندومه، 6 ثانیه بعد دوباره همون 6 ثانیه، 2 ثانیه بعد حدوداً 11 ثانیه بعد یه همچین ثانیه های اینا برداشت. حالا اینجا باز یه اشتباهی کرده، خودش ثانیه رو درست ثبت نکرده، شاید ثبت کرده دوباره مجدد استاپ زده، دوباره مجدد شروع کرده، یه همچین مواردی هست. بعد سرعت شخص رو داده و در آخر پوزیشن. الان ما میخوایم چیکار کنیم؟ این داده رو ببریم وارد محیط اتوکد کنیم. بچه 2 تا روش هست برای وارد کردن داده های دستگاه GPS به اتوکد. روش اولی که میخوام بهتون بگم روش خیلی ابتدایی، ساده، راحت، استخراج کلیه داده ها، کار کردن آسون باهاش. یعنی به حالتی که مثلا به شما گفتن که فلانی دقیقه فلان زمان فلان من فلان نقطه رو میخوام از ترک، تو این روش به راحتی میشه اون رو برداشت کرد. یکی از ابتدایی ترین روش هاست دیگه. مبنا رو باید هممون بلد باشیم، این مبنای کار هاست، کار نقشه برداریه. من این مبنا رو اول بهتون میگم، یک مقدار زمان بره ولی خب روش دقیق و خوبیه. روش دوم که خیلی سریعتر آسونتره، بعد از این روش خواهم گفت. تو روش اول از همین نرم افزار مپ سورس استفاده میکنیم، از اکسل استفاده میکنیم، سورفر استفاده میکنیم و در نهایت وارد اتوکد میکنیم. تو روش دوم از گلوبال مپر استفاده میکنیم و مستقیم وارد اتوکد میکنیم. روش دوم سریعتره. حالا چه کار باید انجام بدیم؟ این داده رو میخوایم ببریم تو محیط نرم افزار. همه این داده ها رو انتخاب میکنیم و کنترل سی یا همون کپی رو انتخاب میکنیم. تو قسمت یکی از حالا پوشه یا هر مکانی که مد نظرمونه یک فایل اکسل باز میکنیم به عنوان مثلا پوینت هامون. نم صفحه اکسلمون و در اینجا پیست میکنیم داده ها رو. ببینین همه داده ها، همه 30 تا داده رو برامون آورده. ما اینجا با کدوم قسمت ها کار داریم؟ ستون ارتفاع و ستون ایکس ایگرگ برامون مهمه. ما این ستون ها رو میخوایم ببریم تو اتوکد، با موارد دیگه کاری نداریم. پس برای اینکه زیاد شلوغ نشه این قسمت ها رو دلت میکنیم. این 2 تا ستون برامون میمونه. ولی بچه ها اینجا یه مشکلی هست، ما نمیتونیم از هر کدوم از اینا استفاده کنیم. چرا؟ چون 2 تا عدد اضافی S و 38 گذاشته و ایکس ایگرگ رو با هم آورده. توی ارتفاع هم همین اتفاق افتاده، M هست و با ارتفاع. یا باید یک نفر وقت بذاره، ممکنه 1000 تا داده باشه، یکی یکی اینا رو پاک کنه، بعد این قسمت رو کات کنه بیاره اینور پیست کنه، مثلا به همین صورت کات کنه اینور، دوباره اینو کنترل ایکس کنه ببره اینور پیست کنه، یا همچین کاری انجام بده، ایکس ایگرگ ستونا و ارتفاع رو از هم جدا کنه. ولی نه، اگه این مسائل خیلی طولانیه نمیشه اون کار رو انجام داد، من یک راه حل سریعتر بهتون میگم. راه حلیه که خودم پیدا کردم، من همین راه ها رو رفتم. این راه بهترین راهی که بهتون میگم. همه این داده رو دوباره از اکسل برمیداریم، همون مسیر یه دونه نوتپد یه دونه تکست باز کنیم، خیلی ساده. دوباره اینجا پیست میکنیم. شاید براتون سوال میشه که چرا از اول اینجا پیست نکردیم، چرا کارامون اینجا نیاوردیم. ببینیم بیشتر داده‌ای که اینجا میاد به هم ریخته میشه. اگه شما همین کارو تو خونه انجام بدین، توی کامپیوتر خودتون، تو میز کارتون اینا رو تو کامپیوتر خودتون انجام بدین، کاملا میبینین که این داده وقتی اولین بار وارد نرم افزار نوتپد میشه و هم میریزه و به قولی نمیتونین اونا رو از هم جدا کنین. الان اینجا قراره چیکار کنیم؟ میایم اون مواردی که میخوایم پاک شه انتخاب میکنیم. من میخوام این اعداد پاک شه، کنترل سی، بعد کنترل اچ، یه صفحه باز میشه. چون قبلا کنترل سی زدم همون موارد اینجا آورده. گزینه ریپلیس اول، وقتی ریپلیس اول رو زدیم همشو اینجا آورد. بچه ها فایل رو سیو میکنیم و از محیط تکست خارج میشیم. فایل اکسل برمیگردیم یا یه اکسل جدید باز میکنیم، هیچ فرقی نداره. میایم قسمت فایل، اینجا اوپن میزنیم. تو قسمت اوپن براوز همه فایل ها رو میگیم برامون نشون بده، چون اگه همه فایل ها اول فایل رو انتخاب نکنیم فایل تکستتون رو نمیاره. فایل تکست رو انتخاب میکنید، اوپن میزنید.
تو این قسمت 3 تا استپ داریم بچه ها. استپ اول با هیچی کاری نداریم، نکس میزنیم. استپ دوم برامون خیلی مهمه، یا خودش به صورت پیش‌فرض ستونا رو برامون جدا کرده و یا اینجا 3-4 تا آیتم میاره. شما گزینه اسپیس رو تیک میزنین. گزینه اسپیس رو تیک بزنین، این فلش ها رو براتون میکشه و ستونا رو از هم جدا میکنه. نکس و در آخر استپ سوم با هیچ کار نداریم و فینیش. اکسل جدید رو برامون باز کرد. X ها، Y ها و Z ها. X ها 6 رقمی، Y ها 7 رقمیه تو منطقه ما، یعنی توی کشور ما کلا به این صورته و اکثرا هم به این صورته. Y ها 7 رقمی، X ها 6 رقمی و این هم Z هامونه. خیلی ساده و راحت ما تونستیم X، Y و Z رو بیاریم تو محیط اکسل. این داده ها تو خیلی کارا به دردمون میخوره، خیلی برامون مهمه. ما باید بلد باشیم چطوری داده ها رو جزء کنیم و بیاریم استفاده کنیم. ممکنه از این قسمت فقط 3-4 تا داده لازممون باشه که برداریم و استفاده کنیم. پس بچه اینو باید یاد بگیریم که چطوری ما باید داده ها رو استخراج کنیم از GPS. حالا مرحله بعدی اینه که میخوایم از اکسل، از هم داده‌ای که اینجا تو اکسلمون داریم و ببریم محیط اتوکد. اتوکد یه همچین چیزی میشناسه، X و یا همان ویرگول Y. X و Y چطور باید اینو درست کنیم؟ چطور باید این بشه X و Y تو این ستون؟ مثلا یه دستوری داریم با عنوان مساوی CON بنویسیم میاره concatenate، به این معنی که concatenate به معنی پیوستگیه توی معنی عام، ولی اینجا خب منظورمون همون XY کردن، مختصات درست کردن توی یک اتوکده. اگه اینو واژه رو انتخاب کنین به راحتی میتونین الان دستور رو بنویسیم. اولین عددی که نوشته میشه X، یعنی خانه B1 خودش انتخاب کرد. بعدش میایم میذاریم سیمی کالون، دابل کوتیشن، بعد دوباره ویرگول، دوباره دابل کوتیشن و یه دونه سیمی کالون دوم. دستور رو خوب دقت کنین. یه نکته بهتون بگم، تو بیشتر کامپیوترها این سیمی کالون رو نمیخونه. اگه ایرور داد شما هر ستا رو ویرگول بذارین، یعنی هر ستا رو از این وسطی بذارین، ویرگول ویرگول ویرگول. ولی اگه این دستور اوکی بود با این دستور برین جلو. پس شد سیمی کالون، دابل کوتیشن، ویرگول، دابل کوتیشن، بعد دوباره سیمی کالون. حالا ایگرگ رو می نویسیم، C1 پرانتز رو می بندیم. ببینیم به چه صورت داد به شما، X و Y داد. و این اگه انتخاب کنین دوبار کلیک کنید تا پایین همش رو اعمال میکنه. هر خانه رو X و Y کرد، X و Y، X و Y. خب بچه اینو کپی میکنیم، همه سیت ها رو کپی میکنیم. میریم محیط اتوکدمون، استارت دروینگ، صفحه رو باز میکنه برامون تو اتوکد. اوکی، الان میخوایم داده‌هامون رو بیاریم. این قسمت پایین رو میبینین، میشه اینجا دستور نوشت. تو این قسمت بنویسین دستور PL. تو این قسمت PL اینتر بزنی. الان از شما میخواد داده ها رو وارد کنین، منتظر پوینت های شماست. همشون اینجا کنترل وی بزنین، پیست کنین، یه دونه اینتر بزنین. تمام، داده ها رو برای شما کشید. الان بچه ها نمیدونین داده ها کجاست، پیدا نمی کنم. 3 تا روش هست. وقتی نقشه شما تو اتوکد گم شد میتونین از اون استفاده کنین. روش اول استفاده از همین آیتمیه که همین گزینه‌ای که این سمت راست بالا هست. اگه این وسط تاپو بزنین نقشه رو میاره براتون. ببینین نقشه رو به سادگی پیدا میکنه براتون میاره. روش دوم اون قسمت، اون بیلبیلک وسط ماوس، اونو 2 بار فشار بدیم پشت سر هم مثل کلیک کردن، باز نقشه رو براتون میاره.
روش سوم برای دوستانی که خیلی دوست دارن تو با کیبورد کار کنن، عادت ندارن با ماوس کار کنن. برای اون عزیزانی که با کیبورد کار میکنن این دستور رو بهشون میگم. فرض کنیم باز گم شده نقشه، حالا مثلا پیدا نیست. دستوری که از Z اینتر ای اینتر نقشه رو برای شما پیدا میکنه. به همین سادگی ما نقشه رو تونستیم از GPS برداریم و وارد محیط اتوکد